سلام دوستان، امروز می‌خوایم بریم تست گیم پلی کال آف دیوتی داشته باشیم با شیائومی ردمی نوت 10 پرو. این گوشی که اینجاست نسخه 128 رم 6 و آپدیت میوی 1403 و این تست با وای فای قراره انجام بگیره. کال آف دیوتی سیزن 7 هستش داخل سال 2023. بازی بالا اومدش و روشنایی گوشی تقریبا بین 25 تا 30%، دما هم بین 30 تا 37 درجه است که حالت نرماله. گرافیکو میذارم روی های و فریم ریت هم روی مکس میذارم. ببینید دوستان، وقتی گرافیکو میخوام بذارم روی وری های، فریم ریت خودش میاد پایین و نمیشه روی گرافیک وری های با فریم ریت مکس بازی کرد. میریم که یک دست بتل رویال بزنیم ببینیم که عملکرد این گوشی چجوریه با گرافیک های و فریم ریت مکس. الان وارد بازی شدیم و هنوز بازی شروع نشده. فریم ریت یه افت ریزی داشت که تا 48 فریم اومد، ولی خب باز دوباره برگشت روی همون 60. ببینید دوستان، فریم ریت بین 55 تا 60 هی بالا پایین میشه که خب دلیلش فکر می‌کنم خاطر دماش باشه که الان احساس می‌کنم یه خورده گوشی داغ شده و فکر می‌کنم دور و بر 38 درجه باشه. فعلا لگ خاصی احساس نمی کردم، اما فریم ریت بین 55 تا 60 هی بالا پایین میشه که خب منطقیه با این گرافیک و فریم ریتی که گذاشتم من و فشار زیادی روی چیپست گوشی هستش. میبینید فریم ریت الان روی 58 56 که خب هنوز بازی تازه شروع شده و نمیدونم، حالا بریم ببینیم بعدن چی میشه. خوشبختانه هنوز لگ خاصی رو احساس نکردم، ولی فریم ریت قشنگ مشخصه که روی 60 نیستش و از 60 کمتره. فکر میکنم روی 53 الی 55 باشه و دیگه بازی فریم ریت از 60 اومده پایین تر و به راحتی نمیره روی 60. اینجا یه خورده فریز کردن ریزی میبینم که خیلی محسوس نیست و اذیت کننده نیستش و مزاحم کارتون نمیشه، اما خب چیزیه که به هر حال من حس میکردم. اینجا دیگه کم کم گوشی داشت داغ میشد و یه خورده کنار لنز دوربینه دستم یکم حرارت رو احساس میکرد و خب دیگه فکر میکنم دور و بر 40-41 درجه باشه دمای باتری گوشی. اینجا وارد یک درگیری شدم که فریم ریت من یه لحظه یه لگ ریزی رو دیدم که فکر میکنم اومدش روی 49 48 و خب اون فریز کردن ریزی رو که داشت رو دیدید و خب منم کامل احساس کردم. فریم ریت هم که میبینید. بریم ببینیم که ادامه بازی چی میشه. وقتی که به یک محیط شلوغ میرسید یکم فریم ریت رو احساس میکنی که اومده پایین و افت فریم رو حس میکنی که فکر میکنم اومده باشه روی 50 فریم که خب موقعی که انمی هم باشه جلوتون و درگیری داشته باشید حس میکنید این افت فریم رو و وقتی هم که مپ شلوغ بشه بازم حس میشه.
اینجا دیگه گرماش یکم داشت دستمو اذیت میکرد. جایی که دوربین پشتی قرار داشت، دستم اونجا که میذاشتم یکم داغی رو احساس میکردم و فکر میکنم دما روی 42-43 درجه باشه. اینجا هم که وارد یک درگیری شدم، ولی افت فریم آنچنانی نداشته فعلا. ببینیم عملکردش چجوریه این قسمت. وارد خونه که شدم یه لحظه فریم ریت اومد پایین، ولی اذیت کننده نبود بازم. وقتی که انمی رو میزنید و درگیری تموم میشه، فریم ریت دوباره میاد بالا و موقعی که وسط درگیری هستید قشنگ 4-5 فریم میاد پایین. یه چیزی که من خیلی بهش برمیخوردم این بود که وسط فایت های سنگین لگ و قشنگ احساس میکردم و متوجه میشدم که فریم ریت زیر 50 و یه فریزای کوچیکی داشتش که مانع از حرفه‌ای بازی کردن شما میشه و خب اذیت یه خورده. فریم ریت هم که دارید میبینید اینجا زده 60، ولی من واقعا متوجه میشم که این 60 فریم نیستش و یه مقدار پایین تره. حالا با نرم افزار دیگه من پیدا نکردم برای گرفتن فریم ریت. اگر نرم افزار بهتری میشناسید به هم بگید که برای تستای بعدی حتما اونا رو استفاده کنم. میبینید بچه الان که وارد محیط های شلوغ و پرسایه که میشم یکم افت فریم داریم که فکر نمی کنم طبیعی باشه و به خاطر داغی گوشیه. اگر نذارید گوشیتون داغ بشه فکر نمی کنم این افت فریمای شدید به چشمتون بخوره، ولی خب چیپست خیلی قوی هم نیستش. به هر حال اسنپ دراگون 732G یک چیپست میان رده است که ازش نباید انتظار زیادی داشت، ولی عملکردش خیلی هم بد نیستش. اینجا وارد یه محیط نسبتاً خلوتی شدم که چیز خاصی نداره. گرافیک آبم که دارید میبینید. بچه من نور گوشی رو احساس میکنم یه مقدار کم شده. نور گوشی روی 20-30% بود که الان احساس میکنم شده روی 15-20%. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه احساس میکنم، ولی حالا بعدا میبینیم که نور گوشی چقدر کاهش داشته. الان دیگه کم کم داشتم حس میکردم که یه مقدار فریم گوشی هم داغ شده و دستمو داشت اذیت میکرد. البته این داغی برای کل گوشی نیستش. حالا نورم ببینیم چقدر محدود شده. نور تقریبا روی 50% محدود شده، 50-60%. داغی هم که فقط بخش چیپسته، یعنی کنار دوربین اصلی و صفحه نمایش نزدیک دوربین سلفی یکم داغ شده. فریم ریت هم که بین 45 من احساس میکنم تا 50 بالا پایین میشه، با اینکه محیط خیلی شلوغ هم نیست. گیم بوستر بچه نمیشه بهش زیاد اعتماد کرد، چون که یه مقدار بالاتر از چیزی که هست میزنه فریم ریتو. میبینید اینجا که یکم مپ شلوغ تر شده، یکم افت فریم محسوس تره و من حس میکنم که دیگه الان زیر 50 قشنگ و بازم میشه گفت قابل قبوله. اما اگه وارد یک فایت بشید نمیتونید خیلی مانور بدید، چون که ممکنه فریز بشه و نتونید بازی کنید راحت.
الان من اینجا یه اسموکم انداختم، میرم یکم جلوتر. وقتی که روی زمین لیز میخورم میبینم که یکم کندی رو قشنگ حس میکنم. اینجا وارد فایت میشم کم کم. اینجا که فایت تموم شد لگ خاصی رو من ندیدم، ولی یه فریزای کوچیکی داشت، یعنی مثلا فریم ریت روی 45 وای میستاد یا مثلا روی 50 وای میسته که یکم اذیت کننده است. یعنی اون صحنه هیچ حرکتی نمیتونید بکنید، مثل میمونه که پینگتون بره بالا و هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. و این فقط و فقط دلیلش به خاطر اینه که گوشی داغ شده و وگرنه عملکردش پایداره. ولی خب این داغ شدن یکم اذیت کننده است برای چیپست گوشی و فریم ریت رو میاره پایین. اینجا هم وارد یه فایت با 2 نفر شدم که اینجا احساس میکنم فریم ریت روی 50 تاست و روی 60 نیستش که خب اینجا متاسفانه باختم. ولی دمای گوشی هم رفته بالا و روشنیش هم احساس کنم روی 40 فریمه. ورژن MIUI هم که نسخه 1403 هست و حافظم تقریبا 66 گیگ پره. دمای باتری هم داخل تنظیمات زده وارم که به معنی گرمه، یعنی دمای باتری بالای 42 درجه است. خیلی خوب بچه‌ها، این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دمای باتری بعد از 17 دقیقه بازی از 33 به 44 درجه افزایش داشته. مصرف باتری هم پس از 17 دقیقه 7.18 درصد بوده. نور هم روی 50% محدود شده و پایین‌ترین فریم ریت هم 39 فریم بوده.